محبوب خانم وایسا بی زحمت. چرا اومدین دیگه من؟ حاجالی اگه یه ذره هم شک کرده بود من نمیتونه بفهمه تویی که دلت نجوشه. یا که تو محرم موسیقی خونده منی، نمیدونست که ماه تابان دل خلاق منی. شلوغ نکن، تمنا میکنم. چرا میدیم به من؟ مگه قرار نبود پیش خودتون باشه؟ تو توشم این کار نکردی. من تمام این روزا چشم چهارم گذاشتم مگه این صندوقچه رو بتراشم. با این بی‌اعتنایی خیلی داری عصبم میدی. کاش که قدر و قیمت عشق منو میدونستی. باشه میرم تا عذابتون کم بشه و آسوده بشی. میری از من نمیپرسی دلم رضاست به رفتنت یا نه؟ عجب که چه دختر خودخواهی هستی تو. آخه رو چه حسابی به جای من فتوا میدی؟ من اینقدر فلان پس معرکت که پیش تو هیچ پشمی نداره؟ نه کش خیالی تی نکن. کش خیالی تی نمیکنه. تو دختر ناز پرورده حضرت جناب بصیرالملکی که با اون چشمان منو دنبال خودت میکشونی. این چشمات منو دیوونه کردی. خیلی خودخواهی که ملاحظه منو نمیکنی. نمیدونی به من چی میگذره. به همین مرا مردونگی این پهلوانا قسم. آقا جانم جوابی غیر بله نمیخواد از من بشنفه. نمیذاره و نمیخواد دست رد به سینه اسلام بزنم و ناامیدش کنم. پسر عجب و دوله خان والاست. بله میشناسم. سرشناس شهر جناب خان والا. خیلی خوب ناامیدش نکن. با دست رد یا هر چیزی دیگه که میتونه فقط وقت کشی کن. وقت کشی کن که برم قضا خونه و نظام. من به خاطر تو موهامو گرو گذاشتم. فقط بگم منم تا یه جایی میتونم لام تاکام هیچی نگم وقت بکشم و سر بده اونم شد. ملتفت من هم دارم. خداحافظ.